سلام تماشابینان گرامی. خلاصه خبرهای مهم 25 اکتبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز. در این برنامه شفقت میرزیویف با 80% آوازها دوباره پرزیدنت ازبکستان انتخاب شد. بازداشت خورشید گنرال و معاون سردار میلیسای همدانی با 30 کیلوگرم هیروئین. دکانت را بند، سودای ما را نکش. جنجال بین دو تاجر تاجک در شهر سماره. یک منصبدار بلندپایه تاجک را با 23,000 سومانی پاره دستگیر کردند. در گذشت مؤلف فلسفه اسماعیلیه پروفسور خیالبک داد خدایف صبح امروز چای نوشیدیم. در گذشت امسر آوازخوان معروف فیضعلی حسن اعلان مهم برای آنهایی که کودکانشان نقصان مادرزادی دل دارند. و اکنون تفصیلات خبرها. رئیس جمهور کنونی ازبکستان شفقت میرزیویف در انتخابات نوبتی پرزیدنتی که 24 اکتبر دایر شد 80 از 100 آواز را به دست آورده دوباره پرزیدنت انتخاب شد. رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات زینالدین نظامخوجایف گفت انتخابات در شرایط رقابت واقعی بین نامزدها در چارچوب معیارهای بین المللی و قانونهای ازبکستان گذشت. جای دوم با 6 از 6 معاون رئیس حزب خلقی دموکراتی مقصوده وارثووا، جای سوم را رهبر حزب ملی و دموکراتی ملی تقلانش علیشیر قادروف صاحب شدند. رهبر حزب اکولوژی نرزولو اوبلومورودوف 4 از 1 و رئیس حزب سوسیال دموکرات عدالت بهرام عبدالحلیموف 3 از 4 آواز گرفتند. خود میرزیویف پیروزیش را علامت پشتیبانی اهالی از سیاست اصلاحاتش نامید. او که در قصر یخی هما در حضور 10,000 اعضای حزب لیبرال دموکرات که نامزدیش را به پرزیدنتی پیشبری کرده بود گفت من آرزو دارم که ما صاحب چنین یک دولت شویم که در حق هر انسان غمخواری کند. پشتیبانی که شما در انتخابات نشان دادید بیانگر آن است که شما مردم محبوب من از اصلاحاتی که من برای انداختم پشتیبانی میکنید. میرزیویف 64 سال داشته سال 2016 در پی وفات اسلام کریموف به قدرت رسید. منابع پایگاه خبری بامداد میگویند تقریبا 2 هفته پیش چند ساکن ناحیه‌های با افغانستان هم مرز فرخار و ناحیه همدانی برابری خورشید معروف با لقب خورشید گنرال با اتهام دست داشتن در قاچاق مقدار بزرگ مواد مخدر دستگیر کرده شدند. در بین بازداشت شده ها یک افسر بلندپایه میلیسا معاون سردار شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه میر سعید علی همدانی نعمت الله محمودوف نیز بوده است. به گفته منابع بامداد هنگام بازداشت از این گروه قاچاقبر بیش از 30 کیلو هیروئین یافت و مصادره کردند. تفصیلات دیگر این بازداشت ها هنوز دسترس نیست. خورشید گنرال یک ساکن ناحیه فرخار است که رسما در یگان جا کار نمیکرد و یگان مقام رسمی نداشت، ولی گفته می شود در این منطقه از نفوذ معینی برخوردار بود. نعمت الله محمدوف برادر پلکونیک شمس‌الله محمودزاده یک افسر سابقه دار و بلندپایه میلیسای تاجیکستان است که سالهای زیاد سردار شعبه های میلیسای شهرهای اسفره و استرفشن ولایت سوخت بود و از آنجا برابری شعبه میلیسای ناحیه 5 فرستاده شد. تاجیکستان که با افغانستان منبع اساسی تولید هیروئین، افیون و حشیش دنیا 1370 کیلومتر مرز مشترک دارد، تا سالهای آخر به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی تبدیل یافته است. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه اخیراً از مصادره 500 کیلو مواد مخدر از یک گروه قاچاقبر خبر داد که در 3 سال استقلال تاجیکستان چنین نتیجه کار بی سابقه و رکوردی دانسته می شود. این مقدار مصادره شده مواد مخدر در بازار سیاه نزدیک 6 میلیون دلار ارزش داشته است. تفسیرالدین تختمیشوف یک صاحبکار تاجیک که در یک بازار شهر سمر دکان فروش میوه و سبزیجات و خشک میوه دارد با نشر 2 ویدیو خبر داد که روز 19 اکتبر یک صاحبکار دیگر هموطنش قادروف میراج که دکانهایشان در بازار سمر در پهلوی یکدیگر جایگیر شدند امروی 3 جیانش رواج، شادان و شادروز به مغازه او آمده طلب کردند که مغازهش را ببندد
و به سودای آنها خلل نرساند. تفسیرالدین تختمیشف میگوید به من تهدید کردند که من مگزینم را رست کنم و من رد کردم و آنها به من حمله کردند و مرا لط و کوب کردند. در همین حالت پدرم وارد شدم. پدرم خواستند که از تگ چنگال آنها مرا خلاص کنند. پدرم را نیز لط و کوب کردند، به حالت وزمین گرفتار کردند. پدر من حالا در بیمارخانه مرکزی شهر سمر بستری‌اند. در ویدیوی نشر شده دیده می شود که میوجات زیادی در داخل دکان تختمیشف در روی فرش ریخته شده است و پدرش با سر و دهان خونالود در حالی که دستانش سخت میلرزند در روی فرش خوابیده است. نظر جانب دیگر جنجال دسترس نیست، ولی تفسیرالدین تختمیشف از مقامات حفظ حقوق روسیه و تاجیکستان خواسته است که با راه‌های قانونی از او حمایت کنند. متاسفانه چنین حالت‌های رقابت‌های ناسالم بین تاجران تاجیک در بازارهای روسیه بخصوص وقتی که آنها مال‌های یکخیله را سودا می‌کنند خیلی زیاد است. بادیلامو زبیرова همسر حافظ مردمی تاجیکستان فیضعلی حسن روز 25 اکتبر در سن 73 از عالم چشم پوشید. خود فیضعلی حسن به خبرگزاری سپوتنیک خبر مرگ زوجش را تصدیق کرده گفته است که او به یگان بیماری جدی ناگهان جان داد. از سلامتیشان شکایت نداشتند. صبح احوالشان خوب بود. همراه چای نوشیدیم و من از پس کارهایم رفتم. پس از نیم ساعت از خانه زنگ زدند که فشارشان بلند شده است. نقل کرده است فیضعلی حسن. او در حال به خانه برگشته طبیبان را دعوت کرده است، اما همسرش الکی بندگی را به جا آورده بودند. نماز جنازه مرحوم صبح 26 اکتبر ساعت 10 در دهه بلخ نویه سینا برگزار می شود. بادیلامو زبیرova تا سن نفقه چون کتابشناس فعالیت داشت. فیضعلی حسن آوازخوان، آهنگساز و حافظ مردمی تاجیکستان نیز 73 سال دارد. او را همچون پیرو و دوام دهنده سبک آدینه آشم یکی از هنرمندان نامی تاجیک مینامند. فیضعلی حسن بخصوص در سراییدن ترانه‌های مردمی و فلک راغی معروف بوده. سالهای آخر ترانه‌های صوفیانه و مذهبی نیز زیاد اجرا می‌کند. فیضعلی حسن سالهای طولانی در تئاتر خلقی نویه مسکو کار کرده. تنها در سالهای 90 که الکی یک هنرمند معروف شده بود به دوشنبه کوشید. مهاجران تاجیک چه مرد و چه زن برای به دست آوردن شهروندی روسیه چه کارهایی نمی‌کنند. یک زن مهاجر از تاجیکستان برای شهروندی ماه ایون سال جاری به طور قلبکی با یک مرد ساکن نویه تازوفسک در حوزه مختار یمال نینتسک در شمال دور روسیه ازدواج کرده است. برای آن که تصور کنید که این کجاست باید گفت که تازوفسک در مسافه قریب 4300 کیلومتر از دوشنبه و 3300 کیلومتر از مسکو و 2000 کیلومتر از یکاترینبورگ جایگیر شده است. نزدیکترین شهری که از آنجا به تاجیکستان میتوان پرواز کرد سورگوت است که آن هم از تازوفسک در مسافه 905 کیلومتر جایگیر شده است. ولی پرکراتور نویه تازوفسک توانست همگی بعد 4 ماه عقد نکاح این زن از تاجیکستان با ساکن این نویه بیکار کند. خبر داد روز 25 اکتبر خدمات مطبوعات پرکراتور حوزه مختار یمال نینتسک معین کرده شد که ماه ایون سال 2021 زن شهروند جمهوری تاجیکستان به یک شهروند روسیه پیشنهاد کرده است که برای آسان‌تر شدن دریافت شهروندی روسیه با اون نکاح قلبکی کند. مرد به این گونه ازدواج راضی شده است، ولی آنها امروز زندگی نداشتند، خواجگی مشترک نداشتند و قصد بنیاد عائله را هم نداشتند. در این رابطه دادستانی نویه به دادگاه دعوا برد که نکاح بین این شهروندان بیکار کرده شود. گفته می شود در اطلاعیه دادگاه طلب دادستانی را قانع گردانیده نکاح ساکن تازوفسک با شهروند تاجیکستان را بیکار کرده است. تنها در نیمه اول سال 2021 بیش از 44000 زاده تاجیکستان صاحب شهروندی روسیه شده است. این قریب 13000 یا 30% بیشتر از 31000 است که در نیمه اول سال 2020 شناسنامه خاکستررنگ تاجیکی را به شناسنامه سرخ با عقاب دو سره روسیه عوض کرده بود. این سال به حساب میانه هر روز 241 زاده تاجیکستان شهروندی روسیه را پذیرفته است. سال گذشته هر روز به حساب میانه 173 تاجیک
شهروند روسیه میشد. با اینکه سری ساکنان تاجیکستان با امید به دست آوردن راحت به زندگی بهتر خود را به هر راهی به کشورهای خارج و اساسا به روسیه میزنند، جامعه شناسان از یک پیامد ناگوار این تمایل، فرار مغزا و کاهش قشر باسواد و کاردان اهالی در تاجیکستان بانگ اضطراب میزنند. آنها میگویند که کشورهای خارجی بخصوص روسیه متخصصان بهترین و با تجربه را از بین آموزگاران و طبیبان، مهندسان، استادها و نمایندگان کسب و کارهای دیگر گلچین میکند و این باعث آن می شود که جای آنها را در تاجیکستان با نفران بی تجربه که تازه از دانشگاه بیرون شدند پر میکنند. اگنتی مبارزه با کروپسیون تاجیکستان روز 25 اکتبر از انجام تفتیش پیشکی و به دادگاه سپردن پرونده سیدامیر فیض‌الدین خبر داد. مرکز مطبوعات اگنتی گفت سیدامیر فیض‌الدین در مقام سردار نظارت دولتی نظارت معاملات مواد ترکنده خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و ساحه کوهکاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کار میکرد و با استفاده مقام خدمتی برای فریب از شهروند برای تیار کرده دادن اجازتنامه فعالیت عاید به کارهای مرگشیدری و استفاده انشاءات استحصالی که خف سوختن دارند مبلغ 23,000 سامانی را طلب نموده است. در نتیجه گذراندن چاره‌بندی‌های اپراتیوی تفتیشاتی سیدامیر فیض‌الدین پس از گرفتن مبلغ 23,000 سامانی در اتاق کاریش دستگیر کرده شده. مبلغ مذکور همچون دلیل شایعی از او گرفته شده است. کارهای مرگشیدری به فرق از گردیزه که بالای زمین را تحقیق و خریطه کشی میکند، این مربوط به تحقیق قرع زمین از جمله کشیدن خریطه جایگیرشوی معدن‌های طبیعی در بستر خاک می باشد. اما باز هم عجیب آن است که با وجود هنگام گرفتن پاره به دلیل شایع به دست افتادنش پرونده سیدامیر فیض‌الدین را بر اساس ماده 247 قسم 4 بند به کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان همچون قلابی جواب است کردند. در سالهای آخر در تاجیکستان با ماده جزایش سبکتر قلابی جمع بست کردن پرونده های منصبدارانی که به پاره به دست میافتند خیلی زیاد شده است. این به منصبداران پاره‌خور امکان میدهد که با پرداخت یگان جریمه رمزی از جوابگری خلاص شوند. کارشناسان بر اینند که با چنین شیوه رحمدلانه مقامات تاجیکستان هیچگاه در مبارزه با کروپسیون که طبیعت سراسری گرفته به یک تهدید جدی به امنیت ملی کشور تبدیل یافته است کامیاب نخواهند شد. خیالبک دادخدایف دکتر علم فلسفه، پروفسور، عضو وابسته اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان، اعلاچه معارف خلق جمهوری تاجیکستان روز 25 اکتبر در سن 85 از عالم چشم پوشید. خیالبک دادخدایف 9 مای سال 1936 در خورق به دنیا آمده. سال 1960 رشته تاریخ دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده. بیش از 6 سال مشغول تحقیقات علمی بود. سمت‌های اساسی فعالیت علمی پروفسور دادخدایف تاریخ فلسفه و فلسفه اجتماعی بود. در طول سالهای فعالیتش خیالبک دادخدایف در مقام‌های مدیر کافدرای فلسفه اکادمی علم‌های جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان، دیرکتور تشکیلاتچی، دیرکتور انستیتوت علم‌های گومانیتاری اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان، همزمان رکتور دانشگاه دولتی به نام مویشو نظرشایب خورق، مدیر شعبه آناتولوژیا و گنسیولوژیا کار کرده. از سال 2009 تا دم مرگش سرخادم علم انستیتوت فلسفه، سیاستشناسی و حقوق به نام بهاودینوف اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان بود. فلسفه اسماعیله و فلسفه اسیان‌های مردم دهقان از جمله مهمترین کارهای علمی است که از خیالبک دادخدایف به یادگار مانده است. از 1 نوامبر در تمام مکتب‌های میانه تاجیکستان تعطیل تیره‌ماهی آغاز می‌یابد. این تعطیل تا 2 نوامبر دوام می‌کند. خبرگزاری خاور با تکیه به مرکز مطبوعات وزارت معارف و علم تاجیکستان خبر داد که 4.1 در تمام مؤسسه‌های تحصیلات عمومی 31 اکتبر جنبست گردیده خوانندگان به مدت 10 روز به تعطیل تیره‌ماهی می‌برایند. تعطیل تیره‌ماهی تنها به خوانندگان دخل داشته. آموزگاران در این مدت به کارهای متدی و گذراندن مجلس‌های پدر و مادران، صحبت‌ها با والدین خوانندگان،
و چاره‌بینی‌های تعلیمی سفربر می‌شوند. به خوانندگان هم رویخط کتاب‌های توصیه داده می‌شود که در تعطیل تیرماهی آنها را باید مطالعه نمایند. همچنین در دوره تعطیل دوره یکم المپیاد داخلی مکتبی آغاز می‌گردد که خوانندگان فعال در آن اشتراک می‌کنند. المپیاد جمهوریوی مکتب بچگان باشد همه ساله در تعطیل زمستانه گذرانیده می‌شود. از 25 سپتامبر سال 2018 با قرار حکومت سال تحصیل به 36 هفته تعلیمی و 4 چارک تقسیم گردیده، چارک یکم از 1 سپتامبر تا 31 اکتبر، چارک دوم از 11 نوامبر تا 31 دکامبر، چارک سوم از 11 ژانویه تا 20 مارس و چارک چهارم از 1 اپریل تا 1 میون ادامه می‌یابد. اینچنین تعطیل‌های تیرماهی 10 روز از 1 تا 10 نوامبر، تعطیل زمستانه 10 روز از 1 تا 2 ژانویه، تعطیل بهاری 7 روز از 25 تا 31 مارس و تعطیل تابستانه پس از انجام سال تحصیل و جنبست اتستاسیا تا 31 آگوست ادامه یافته. مشغولیت برای خوانندگان صنف‌های یک هفته پیش از انجام سال تحصیل به آخر میرسد. سال تحصیل قبلا تا 14 میلیون بود، ولی پرزیدنت امامعلی رحمان 1 سپتامبر سال روان ضمن سخنرانی در روز دانش در مراسم افتتاح گیمنازیوم رقم 4 برای خوانندگان بالیاقت در نوحه فردوسی شهر دوشنبه امر داد که سال تحصیل را 1 میلیون جنبش کنند. لازم به یادآوری است که سالهای زیادی به سبب لیمیت شدید نیروی برق تعطیل تیرماهی و بهاری در مکتب‌های تاجیکستان برهم داده شد. به جای آنها خوانندگان را از 1 تا 31 ژانویه در عین اوج سردی و بی‌برقی یک ماه تعطیل می‌دادند. صبح 23 اکتبر ساعت 4:58 به وقت مسکو در گذرگاه ایستگاه روی آهن لیدیانایا راننده یک ماشین بارکش قاعده حرکت را ویران کرده بالای روی آهن برآمده به قطاره بارکش برخورده است. اداره روی آهن زبایکالی زبجده خبر داد که در نتیجه صدمه لوکوموتیو و 14 واگن از راه بیرون شده است و راننده ماشین به هلاکت رسیده. رانندگان قطار روی آهن را در بیمارستان بستری کردند. راننده ماشین بارکش با وجود سیگنال منع حرکت قاعده های حرکت را ویران کرده هنگام گذشتن قطاره بارکش برای آهن برآمده است. ماشینیست شبکه ترمز عاجل را به کار انداخته است، ولی از بس که فاصله خیلی نزدیک بود از برخورد پیشگیری کرده نتوانست. خبر داد زبجده یکی از خوانندگان بامداد که در ولایت امور کار و زندگی میکند آن سحر تصادفاً از محله حادثه میگذشت و چند عکس گرفته به بامداد فرستاد. او از آن تشویش داشت که مهاجران تاجیک از زمین روز زیاد روا میکنند و خدای نکرده کدام آنها در این صدمه آسیب ندیده باشد. خوشبختانه معلوم شد که کسی از مهاجران تاجیک در این حادثه آسیب ندیده است. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه های ناخوش روز. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که نسبت به مرد 29 ساله ساکن نوحه جبور رسولوف بر اساس قسم یکم ماده 112 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کردند. بنا به فرضیه مقامات این مرد شب 8 ایول سال 2021 تخمینا ساعت 00:05 در نزد نقطه فروش سوزشواره گاز نفت واقع در جماعت مهرآباد نوحه جبور رسولوف از سبب مناقشه به میان آمده با کارد یک مرتبه به شکم جوان 23 ساله ساکن همین نوحه زده است. در نتیجه جبر دیده موافق خلاصه تشخیص سودی طبی جراحت وزنی جسمانی برداشته است. تفتیش این حادثه ادامه دارد. به مرد دستگیر شده بر اساس قسم یکم ماده 112 همچون جزا از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 24 اکتبر در دو صدمه در حدود دهه همرآباد نوحه باباجان غفوروف و در دهه قلعه نفت در کنار شهر راغون 3 نفر از جمله یک کودک 1 ساله به هلاکت رسیدند. از جمله تخمین ساعت 11:00 راننده اتومبیل تمغه اوپن زفیره رحیمزاده عبدالستار سال تولدش 1993 ساکن نوحه مشچا هنگام حرکت در راه ماشینگرد مشچا خوجند واقع در حدود دهه همرآباد نوحه باباجان غفوروف از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به طرف راست راه برآمده اتومبیل را چپه نموده است.
در نتیجه راننده رحیمزاده عبدالستار و مسافرش رحمان و مهیا سال تولدش 1999 ساکن ناحیه باباجان غفورов جراحات گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. همچنین همان روز 24 اکتبر تخمین ساعت 12:03 راننده автомاشین تمغه تویوتا کمری شریفزاده فخرالدین سال تولدش 2002 ساکن دهه قلعه نو شهر راغون هنگام حرکت در محله سیوم دهه مذکور از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده. خورسال فیض‌الله و عایشه سال تولدش 2020 ساکن همین دهه را پخش نموده است. متاسفانه در نتیجه این حادثه ناخوش خورسال فیض‌الله و جراحات وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان 100 نفر هلاک یا مجروح می شوند. از جمله سال 2020 بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان 375 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 نفر معیوب شدند. در نیمه اول سال 2021 در راههای تاجیکستان 151 نفر در صدمه های نقلیاتی جان باختند. و در انجام برنامه یک اعلان، یک امر خیر. طبیب کاردیولوژی تاجیک یوسف برهانزاده در فیسبوک خبر داده است که از 23 اکتبر تا 2 نوامبر سال 2021 با دستگیری امارات متحده عرب طبیبان دبی همراه با طبیبان تاجیک کودکان نقصان مادرزادی دل داشته را در دوشنبه به طور رایگان جراحی میکنند. جراحی ها در بیمارستان استقلال انجام داده می شوند. شرط های جراحی رایگان چنین است: بیمار باید از عائله کم بضاعت باشد، سن بیمار تا 18 باشد. دکتر یوسف برهانزاده نوشته است آنهایی که میخواهند فرزندانشان را رایگان جراحی کنند باید از وزارت تندرستی سند کم بضاعتی بگیرند و یا در بنای رقم 2 یا کورپوس دوم بیمارخانه استقلال به اپی زلفیه که نماینده وزارت تندرستی بوده است مراجعت کنند. دکتر برهانزاده از همه خواسته است که این خبر را بازنشر کرده به دیگران هم درباره این عمل خیر خبر دهند تا که نیازمندان خبردار شوند و سبب شفای آنها گردید. تلفن های دکتر برهانزاده برای تماس 918 17 18 44. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.